حالا جواب این سوال همینجا کوتاه کنم، امیدوارم در همین راستا خداوند مرگم رو قرار بده، یعنی تحقق تشکل هسته‌های مقاومت در سراسر جهان. یعنی اتفاقی که امروز شاید مثلا اگه یه روز بخوام الان مثلا وصیت‌نامه بنویسم مثل چمران، میگم به خدا دوستشم همین الان وقت رو به بتالت نمیگذروندن، تو یمن بودم. همین الان که داریم صحبت میکنیم زیادم عشق این که مدافع حرم کنار بیبی زینب باشم، این توفیقیه برای هر کسی. ولی تنگه باب‌المندب و بخشی از حرم بیبی زینب میبینم، حضور داشتن تو تنگه. اگه که مثلا دور نباشه این افق و اینها، تنگه جبل الطارق هم تو اسپانیا و اینها جزو یکی از توفیقات میبینم که دست یافتنی نیست. مدل امروزه مدل انحرافی دولت مردان ماستش که میبینیم هر شب اینها اتفاقاتی که میبینیم، سفارت سوئد نمیدونم چیز چرندیات که میشنویم اینها، و مثلا مدلی که اینها بازیگر صحنه‌های خفت و ذلت و سازش هم بیشتر اینها تا روح استقامت رو بیشتر چی بکنن. دور نیست اگر که ما مثلا چند سال پیش کی باور میکرد که تنگه باب‌المندب دومین تنگه استراتژیکی جهان دست شیعیان بیفته؟ مثلا متصور بود داره شما شیعیان وجبی یمنی اینها مثلا با یه دونه خنجر به خودشون بستن، یه دونه لنگ، شیعیان کارتون خواب من اسمشون میذارم، مثل لبنانی‌ها همچین چیزم نیستن، نه تمکن آنچنانی دارن، نه خوشقد و قواره و با اروپایی هم مثلا ارگیل بزنن. کارتون خواب، شیعیان کارتون خواب در تنگه باب‌المندب پیروزی بزرگیه. همه میفهمن، هر کسی که یه خود نظامی باشه نقشه رو میذاره جلوش، شما بهش بگید که آقا اینجا پارسال افتاد دست ما، اصلا مگه با پیروزی خرمشهر، فتح خرمشهر مگه قابل مقایسه است؟ با فتح المبین مگه قابل مقایسه